در دنیا پادشاهان دیگه هست، گرچه این پادشاهان مجازی هستند. اینجا اون پادشاه میگه که بالاخره ابرقدرت منم، مرد درجه یک دنیا منم، با یک اشاره من نمیدونم دنیا زیر و رو میشه. خیلی هستن که ادعا میکنند. البته گاهی خدای عزوجل در همین دنیا احوال پیش میارد که همین هایی که ادعا میکنند گاهی هم عاجز میشوند. بالاخره یکی از ابرقدرت هایی که در دنیای ما هست کشور امریکا هست. رئیس جمهورش به ظاهر قدرتمندترین فرد دنیا هست. وقتی که صحبت میکنه انسان که به صحبتهاش گوش میکنه، هر که باشه، چون ترامپ بود چون این بایدن بود، انسان میبینه که فرعون بیچاره کم میاره جلوش. اما چند سال پیش وقتی که کرونا آمد و اینها عاجز شدند، شاید شنیدید همین ترامپ اعلام کرد که مردم روز یک شنبه برید کلیسا دعا کنید. دیگه به این نتیجه رسید که کاری از دست ما نیست. روز هزاران امریکایی داره میمیره و ما نمیتونیم کاری بکنیم. گاهی الله تعالی همین جا هم این پادشاهان مجازی را عجزشون را ثابت میکنه. گاهی زلزله میاد، گاهی طوفان میاد، گاهی سیل میاد، اینا میمانند. از دنیا کمک میخواند که به ما کمک کنید، ما در بحران گرفتار شدیم. لذا اینا گاهی نمونه هایی است. ولی خب در دنیا پادشاهانی که ادعا میکنن زیاد هستند، اما در آخرت نه. اونجا هیچ کسی ادعایی نداره. الله میفرماید لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز مالکیه. منتظر میشه، هیچ که جواب نمیده. الله خودش جواب میده لله الواحد القهار. درباره قیامت هست که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، در اون روز هیچ نفسی برای نفسی کوچکترین شیئی را مالک نیست، چه برسه بهش پادشاهی برسه.